المسئله الثالثه، مسئله سوم، الدعوه الیه، دعوت کردن با آنچه که تو آموختی و عمل کردی. مسئله سوم، دعوت به سوی آن علمی که تو آموختی و عمل کردی، اسلام و حق. پس حق یک توست. پس مرحله سوم، پس از آن که انسان علم آموخت و با آن علم عمل کرد، انسان علم آموزد و عمل کند، نوبت مهمتر می آید، رساندن آن علمی که تو گرفتی و رساندن آن حقی که تو آموختی به دیگران. پس از آموختن حق، توحید الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و عمل کردن به آن، مرحله سوم فرا می رسد که دعوت کردن به سوی آن. و در اینجا عباره‌ای که علما گفتن و دعوت الیه، دعوت کردن به سوی آن، به سوی آن علمی که تو آموختی و عمل کردی، علم شرعی. یعنی بر هر مسلمان واجب است که دیگران را با آنچه که آموخته است هدایت کند، بر آنچه که الله نازل کرده است، الله شریعت قرار داده است، رسول الله بیان کرده است، با حکمت، با نرمی، با برهان و حجت و دلیل. و هر مسلمان بر اساس وظیفه داریش که است برگردنش هست، دیگران را با سوی اسلام، با سوی حق باید دعوت نماید. با چی؟ با حکمت، اندیشه درست و سخنان زیبا که حکمت این سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. با موعظه حسنه، با نرمی، با دست آوردن قلب، با دلیل حجت باشد، همچنین دلیل روشن از قرآن و سنت. پس دعوت به سوی حق، دعوت به سوی حق، این امانت پیامبران است بر دوش مایان. علم وقت ارزش پیدا می نماید که با آن عمل نمایی و به سوی آن دعوت نمایی، نه که به دیگران آن علم را برسانید، دلهای آنها را به سوی این نور روشن بسازید، در حالی که دل خود روشن شده است. پس اسلام تعلیم می دهد که 3 قدم با هم پیوند باشند: علم، آموختن حق، عمل، اجرای حق، دعوت، راهنمایی دیگران به سوی این حق. اگر یکی از اینها نباشد، علم کامل نمی شود که. پس علم اگر تنها به سر شخص محدود بگردد و به دیگران نرساند، مثل یک چراغ است که تنها یک حجره را روشن می نماید بس، اما باقی تمام دنیا تاریک است. اما ما باید تلاش نماییم که این دنیا را به سوی روشنی راهنمایی کنیم. باید تمام دنیا به سوی این روشنی، به سوی قرآن و سنت راهنمایی شوند. پس چرا دعوت واجب است؟ حقیقت تنها برای خود انسان نیست، بلکه یک امانت است که بر دوش مایان است. ما باید این را برسانیم. اگر مسلمان حق را بداند ولی آن را پنهان بکند، برایش گناه عظیم است. برای همین علما گفتند العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. عالمی که با علمش عمل نمیکند، پیش از بت پرستان عذاب کرده می شود. و الله میفرماید که و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم بیان کنند و پنهان نکنند. سوره آل عمران آیه 187. این آیه نشان می‌دهد که پنهان کردن علم این خیانت است و دعوت به خود راه‌ها و اصول‌های دارد که الله فرمود این راه‌ها و اصول‌ها را برای ما پیوسته بیان کرده. چگونه که فرمود در سوره نحل آیه 125: ادعو الى سبیل ربک بالحکمة و موعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. برای پروردگارت با حکمت و موعظه نیک دعوت کن و با آنها با بهترین طرز بحث نما، نصیحت نما. پس حکمت درک کردن حالت مردم و انتخاب سخن مناسب در جایش. موعظه حسنه با نرمی، با مهربانی، با کلام دلنشین. جدال با طریق راه نیکو، با آوردن دلیل‌ها، با آرامی، با احترام، نه با خشم و غضب و دشنام. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش دعوت رو برای ما بیان کرده، می‌فرمایند فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر نعم. قسم به الله، قسم به آن ذات، اگر الله با واسطه تو به سوی علی خطاب می نماید، یک شخص را هدایت کند، برای تو بهتر است از تمام چیزهایی که آفتاب در آن روز طلوع می کند. خیر لک من حمر نعم، بهتر است از شتر سرخموی. شتر سرخموی یکی از شترهای قیمت بهای است نزد عرب. روایت بخاری و مسلم. بهترین نوع شتر در زمان عرب بود، قیمت ترین از شترهاست. یعنی یک شخص رو به سوی حق راهنمایی کردن بهتر است از تمام مال و ثروت دارایی، از هر چیز دیگه بهتر است. بارک الله فیکم. پس دعوت به سوی این علم